امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع مرموز و در عین حال جذاب: خرافات. به احتمال زیاد همتون حداقل یه بار یه کار خرافی انجام دادید یا بهش فکر کردید. مثلا اگه یه گربه سیاه از جلوتون رد شده، شاید دلتون یهو ریخته، یا وقتی نمکتون از دستتون افتاده، یه ذره‌شو پشت شونه چپتون ریختید. خب اینا از کجا اومدن؟ از کجا معلوم؟ شاید یه چیزی پشتشون باشه. تو این قسمت قراره یه سفر ترسناک و هیجان انگیز داشته باشیم به دنیای خرافات. از ریشه هاشون تا عجیب ترین نمونه هاشون تو گوشه و کنار دنیا و حتی داستانای واقعی که آدمو به شک میندازه. آماده اید؟ چون قراره با یه چیزایی روبرو شیم که شاید مو به تنتون سیخ کنه. خرافات از کجا اومدن؟ ریشه باورهای عجیب و غریب. خرافات چیز جدیدی نیستن. از دورانهای خیلی قدیم بشر سعی می‌کرده برای پدیده‌هایی که نمیتونسته دلیل علمی براشون پیدا کنه یه توضیح بیاره. مثلا اینکه چرا هواپیما سقوط میکنه یا چرا یه نفر بیمار میشه و میمیره. جوابشون هم میشد شگون یا بدشگونی. اساساً خرافات 2 تا ریشه اصلی دارن. ترس از ناشناخته. انسان اولیه از رعد و برق، طوفان، بیماری و مرگ میترسید. برای اینکه با این ترس کنار بیاد، باورهای خرافی رو به وجود آورد. مثلا فکر میکردن اگه یه سنگ خاصی رو با خودشون حمل کنن، روحای شیطانی ازشون دور میشن. ارتباط دادن 2 تا اتفاق بی ربط. خیلی وقتا 2 تا اتفاق که هیچ ربطی به هم ندارن پشت سر هم رخ میدادن و انسان‌ها این دو رو به هم ربط میدادن. مثلا اگه یه روز یه نفر رو میدیدی و بعدش تصادف میکردی، از اون به بعد هر وقت اون شخص رو میدیدی فکر میکردی بدشانسی میاری. این باور به خاطر اینکه مغز ما دنبال الگو میگرده شکل گرفت و بهش میگن تفکر جادویی. حالا بیایم با هم بریم سراغ چند تا از عجیب‌ترین و ترسناک‌ترین خرافات از کشورهای مختلف. آیین مرگ گربه سیاه در ژاپن. توی فرهنگ ما دیدن گربه سیاه بدشگونی میاره، اما تو ژاپن یه خرافه خیلی ترسناک وجود داره. توی بعضی مناطق ژاپن یه باور قدیمی هست که اگه یه گربه سیاه رو تو مراسم تشییع جنازه ببینید، روح فرد مرده تو اون گربه گیر میفته و دیگه هیچ وقت نمیتونه به آرامش برسه. برای جلوگیری از این اتفاق وحشتناک، مردم گربه ها رو از مراسم دور نگه می‌دارن. بعضی‌ها معتقدن اگه یه گربه سیاه توی تاریکی به سمت شما بدوه، یعنی یه روح شیطانی بهتون نزدیک شده. عروسک‌های وودو در هایتی و آفریقا. شاید اسم عروسک‌های وودو رو شنیده باشید. این عروسک‌ها فقط یه خرافه نیستن، بلکه بخشی از یک دین محلی در آفریقا و کارائیب هستن. مردم معتقدن اگه یه سوزن به این عروسک‌ها بزنید، به کسی که اون عروسک نمادشه آسیب میرسونه. از اینم ترسناکتر باور به مرده‌های زامبی توی این فرهنگه. مردم هایتی معتقدن جادوگران میتونن با جادوی سیاه مرده‌ها رو به شکل زامبی در بیارن و ازشون برای کارهای بد استفاده کنن. اگه کسی یهو ناپدید بشه، ممکنه خرافاتی‌ها فکر کنن تبدیل به زامبی شده. آیین چشم زخم در ترکیه و خاورمیانه. این خرافه رو دیگه حتما میشناسید. چشم زخم یا چشم بد یه انرژی منفی که از حسادت یا نگاه بد یک شخص منتقل میشه و باعث بدشانسی یا بیماری میشه. مردم برای دور کردن چشم زخم از مهره‌های آبی رنگ به اسم نظربونجو یا نظربونجو به معنی مهره چشم استفاده میکنن. داستانایی هم وجود داره که آدم‌هایی با چشمای آبی بیشتر چشم میزنن. شکستن آینه 7 سال بدشانسی. این خرافه از روم باستان اومده. رومی‌ها معتقد بودن آینه روح انسان رو منعکس میکنه و اگه آینه بشکنه روح هم آسیب میبینه. از اونجایی که روح هر 7 سال یک بار خودش رو بازسازی میکنه، شکستن آینه 7 سال بدشانسی به دنبال داره. برای از بین بردن این بدشانسی باید تکه‌های شکسته رو جمع میکردن و توی رودخونه یا زیر نور ماه دفن میکردن. بعضی‌ها میگن تکه‌ها رو باید به پودر تبدیل کنن تا دیگه نتونه کسی رو آزار بده. راه رفتن زیر نردبان طلسم مرگ. راه رفتن زیر نردبان هم یکی از خرافات خیلی معروفه که ریشش به قرون وسطا برمیگرده. تو اون دوران نردبان رو نمادی از تثلیث مقدس، پدر پسر روح القدس میدونستن. مثلثی که نردبان با دیوار و زمین میساخت یه فضای مقدس بود. اگه از زیر نردبون رد میشدی، انگار داشتی این تثلیث رو میشکستی و شیطان رو به زندگی راه میدادی. این کار به معنای خیانت به تثلیث بود و میتونست به مرگ یا بدشانسی‌های وحشتناک منجر بشه. عدد 13 و جمعه 13 شوم‌ترین عدد. عدد 13 در فرهنگ‌های زیادی شوم در نظر گرفته میشه. این باور از داستان شام آخر یا دلستاپر مسیحیان میاد که در اون یهودا نفر 13می بود که به میز شام پیوست.
در بعضی از فرهنگ‌ها هم جمعه 13 رو روزی میدونن که اتفاقات بدی رخ میده، از جمله سقوط هواپیما یا فجایع طبیعی. خیلی از هتل‌ها طبقه 13 هم ندارن و بعضی از پروازها هم شماره 13 ندارن تا مسافران رو از ترسشون نجات بدن. پرتاب سکه در چشمه آرزوها، سکه شانس. این خرافه برخلاف بقیه به جای بدشانسی شانس میاره. این باور از دوران روم باستان و سلت‌ها میاد که فکر میکردن آب یه نیروی شفابخش داره و خدایان تو چشمه ها زندگی میکنن. اگه سکه رو داخل چشمه مینداختن، خدایان به آرزوشون گوش میکردن. امروزه هم مردم تو سراسر دنیا این کار رو انجام میدن تا آرزوهاشون برآورده بشه. معروف ترینشون هم چشمه تروی در روم ایتالیاست. داستان‌های واقعی و اسرارآمیز، آیا اینا فقط خرافن؟ حالا میرسیم به قسمت ترسناک ماجرا. داستانهایی که واقعا اتفاق افتادن و آدمو به شک میندازن که شاید پشت این خرافات چیزایی فراتر از یه باور ساده وجود داشته باشه. داستان نفرین عروسک آنابل. شاید اسم این عروسک رو شنیده باشید. این عروسک اسباب بازی ساده نبود، بلکه یه عروسک پارچه‌ای بود که بهش نفرین شده میگفتن. صاحبانش ادعا میکردن که عروسک خودش حرکت میکنه، پیام‌های عجیب مینویسه و بهشون حمله میکنه. دو تا محقق امور ماورالطبیعه به اسم اد و لورین وارن وارد ماجرا میشن و میگن که شیطان این عروسک رو تسخیر کرده. اونا عروسک رو به موزه خودشون منتقل میکنن و اون رو توی جعبه شیشه‌ای میذارن که روش نوشته شده بوده باز نشود. خیلی ها این رو خرافه میدونن، اما داستانهای زیادی از افرادی که به جعبه دست زدن و بعداً براشون اتفاقای بدی افتاده وجود داره. داستان نفرین اتومبیل جیمز دین. جیمز دین بازیگر معروف هالیوود تو سال 1955 توی تصادف رانندگی با اتومبیل پورشه اسپورتش به اسم لیتل باسترد میمیره. بعد از مرگش اتفاقات عجیب و غریبی برای این ماشین میفته. قطعات ماشین دزدیده میشن و برای ماشینای دیگه استفاده میشن. اما هر ماشینی که یک قطعه از لیتل باسترد رو روش نصب میکردن دچار تصادفای وحشتناکی میشده. مثلا یکی از مکانیکا که موتور رو میدزده موقع کار باش دستش میشکنه. یه دکتر که از قطعات ماشین استفاده میکنه تو مسابقات با اون ماشین تصادف میکنه و کشته میشه. در نهایت خود ماشین هم ناپدید میشه و هیچکس نتونست پیداش کنه. این داستان باعث شد خیلیا باور کنن که ماشین نفرین شده بوده. نفرین مومیایی توتنخامون. یکی از معروف‌ترین نفرین‌ها نفرین مومیایی توتنخامون فرعون مصر. وقتی هاروارد کارتر و گروهش تو سال 1922 مقبره رو کشف کردن، روی مقبره نوشته بود که میگفت مرگ با بالهای سریعش به سراغ کسی میاد که آرامش فرعون رو برهم بزنه. بعد از کشف مقبره اتفاقات عجیبی افتاد. لرد کارنارون، سرمایه‌گذار اصلی، به طور مرموزی از یه عفونت میمیره. بعدش چند نفر دیگه از اعضای گروه هم به دلایل غیرمنتظره‌ای فوت میکنن. شایعه شد که نفرین فرعون واقعی بوده. البته دانشمندان اینا رو به بیماری‌های میکروبی یا دلایل دیگه‌ای ربط میدن، اما داستان این نفرین برای همیشه تو تاریخ باقی موند. نفرین الماس هوب، جواهری با نیروی مرگبار. الماس هوب یکی از معروف‌ترین الماس‌های دنیا است که به خاطر رنگ آبی عمیق و نفرین وحشتناکش معروفه. این الماس که از هند دزدیده شده بود، به دست چندین صاحب افتاد و هر کدوم از اونها با سرنوشت بدی روبرو شدن. لویی 16 و ماری آنتوانت بعد از به دست آوردن این الماس توی انقلاب فرانسه سرشون رو از دست دادن. اولین والش، مالک آمریکایی این الماس، پسرش در تصادف ماشین مرد و دخترش خودکشی کرد. خیلی‌ها معتقدن که الماس هوب نفرین شده و هر کسی که اونو داشته باشه دچار بدبختی میشه. نفرین فیلم جنگیر، یه فیلم ترسناک واقعی. فیلم جنگیر محصول 1973 به عنوان یکی از ترسناکترین فیلم‌های تاریخ سینما شناخته میشه. اما پشت صحنه این فیلم هم اتفاقات عجیب و غریبی افتاد که خیلی‌ها باور دارن که نفرین شده. در طول فیلمبرداری چندین بازیگر و خدمه فیلم به طور مرموزی فوت کردن. آلن برستین بازیگر نقش اصلی در یکی از صحنه‌ها به شدت آسیب دید. صحنه کامل آتش‌سوزی در استودیو اتفاق افتاد و بسیاری از لوازم فیلم سوختن، اما اتاق شخصیت اصلی سالم بود. کارگردان فیلم ویلیام فردریکین خودش به این باور رسید که یه نیروی شیطانی در کار بوده. خرافات در دنیای مدرن هنوزم پابرجاست. شاید فکر کنید با پیشرفت علم خرافات باید از بین میرفتن، اما حقیقت اینه که خرافات در دنیای مدرن هم شکل جدیدی پیدا کردن. مثلا خرافات مربوط به روز 13 ماه و جمعه 13 هنوزم تو خیلی از کشورها به خصوص تو غرب وجود داره. خیلی‌ها تو این روز از خونه بیرون نمیرن. حتی بعضی از فوتبالیست‌ها هم قبل از بازی کارهای خرافی انجام میدن. مثلا یه جوراب خاص میپوشن یا با پای راست وارد زمین میشن.
خرافات مربوط به موقعیت و شانس هم خیلی رایج هستن. مثلا خیلی از دانشجوها قبل از امتحان یه مداد خاص رو استفاده میکنن یا یه لباس خاص رو میپوشن. اینا بهشون یه حس اعتماد به نفس میده، چون فکر میکنن اگه این کارو نکنن بدشانسی میارن. حتی تو دنیای تکنولوژی هم خرافات وجود داره. مثلا بعضی از گیمرها معتقدن اگه تو یه روز خاص بازی کنن حتما میبرن، یا اگه یه لپتاپ یا موس خاصی رو داشته باشن عملکردشون بهتر میشه. این نشون میده که خرافات صرفاً یه باور قدیمی نیستن، بلکه بخش از طبیعت انسانه. ما همیشه دنبال یه راهی برای کنترل اتفاقات غیرقابل پیش بینی هستیم و خرافات به ما این حس رو میده. خب با هم یه نگاهی به دنیای خرافات انداختیم، از باورهای قدیمی تا داستانهای واقعی و ترسناک. اما سوال اصلی اینجاست، آیا اینا واقعا خرافاتن یا یه حقیقت مرموز پشتشون پنهانه؟ بعضیا میگن اینا فقط یه باورهای بی‌اساسن که به خاطر ترس و ناآگاهی شکل گرفتن، اما برای خیلیا این باورها بخشی از فرهنگ و هویتشونن. و داستانهای واقعی مثل نفرین آنابل و ماشین جیمز دین خطوط بین واقعیت و خرافه رو مبهم میکنن. شاید این اتفاقات صرفاً تصادف باشن، اما کی میتونه با اطمینان بگه که واقعاً هیچ نیروی ماوراءطبیعی در کار نیست؟ به نظر من مهم نیست که به این خرافات باور دارید یا نه. مهم اینه که بدونیم این باورها بخشی از تاریخ و فرهنگ بشر هستن و ریشه‌شون توی تلاش انسان برای فهمیدن دنیای اطرافشه. شاید بد نباشه گاهی به این باورها با یه نگاه کنجکاوانه و ترس‌آلود نگاه کنیم. در نهایت خواستم ازتون بپرسم شما به کدوم از این خرافات بیشتر از همه اعتقاد دارید؟ و اگه یه روز یه گربه سیاه از جلوتون رد بشه چیکار می‌کنید؟ حتما به اون نظراتتون رو بگین، چون ما به همشون پاسخ میدیم. و اگه از این قسمت هم خوشتون اومد ما رو دنبال کنید. پس تا پادکست بعد، خدا نگهدار.